تا چند دهه پیش همه خودروها برای سوخت‌رسانی از کاربراتور استفاده می‌کردند. قطعه‌ای که هوا و سوخت رو به نسبت مناسب ترکیب می‌کرد، اما ناکارآمدی اون و نیاز به تنظیمات مداوم چالش بزرگی بود. بندیکس اولین شرکتی بود که یه سیستم تزریق سوخت الکترونیکی به نام الکتروجکتور رو برای خودروها معرفی کرد. این فناوری در سال 1957 روی نمونه اولیه شرکت AMC نصب شد، اما مشکلاتی مانند دشواری راه‌اندازی در هوای سرد مانع تولید انبوه اون شد. در سال 1958 کرایسلر نیز این سیستم رو امتحان کرد، اما به دلیل قیمت بالای $7000 به پول امروز اون و پیچیدگی تنظیماتش تنها 25 خودرو به این فناوری مجهز شدند. با وجود این شکست، بندیکس فناوری خودش رو به شرکت بوش فروخت. بوش با اصلاحات اساسی و بکارگیری کنترلرهای الکترونیکی پیشرفته‌تر، سیستم دیجیترونیک رو در سال 1967 معرفی کرد و تحولی در صنعت تزریق سوخت ایجاد شد و برای اولین بار خودروهای مرسدس بنز و فولکس واگن از اون بهره بردن. این داستان نشون میده که بندیکس هرچند نتونست به موفقیت برسه، اما راه رو برای آینده‌ای روشن‌تر در صنعت خودرو باز کرد.